سلام دوستان، خوش اومدیم به فریا سویت. بریم با هم دیگه یک کیک رژیمی خوشمزه درست کنیم. 2 تا دونه موز رو با چنگال خوب له میکنیم. 2 تا تخم مرغ بهش اضافه میکنیم. نصف قاشق چای خوری وانیل، 2 تا قاشق چای خوری دانه چیا رو با 1/4 پیمونه شیر مخلوط میکنیم و میریزیم. هل، پودر زنجبیل، دارچین و پودر کاکائو به هر مقداری که دوست داشتین میتونید اضافه کنید و قشنگ هم بزنید. یه پیمونه جو 2 سربرک رو اضافه میکنیم و هم میزنیم. میتونید داخل قالب کاپ کیک بریزید یا داخل همون ظرفی که داریم بذارید توی مایکروفر یا فر. من اینجا روش رو با کنجد تزیین کردم و داخل مایکروفر گذاشتم. حدودا نیم ساعت داخل مایکروفر موند. بعدش با یه دونه خلال دندون تستش میکنید که اگه نچسبید یعنی پخته، که اینجا برای من کامل پخته بود. اگه براتون شیرینی موز کم بود میتونید از 1 قاشق عسل یا 1 قاشق شیره استفاده کنید. برای من شیرینیش اندازه بود. حالا میتونید بعدش هم مثلا روش عسل بریزین یا شیره اگه شیرینیش براتون کم بود. اینم بافتش خیلی خیلی خوشمزه میشه. امیدوارم درست کنید و دوستش داشته باشید. اگه درست کردین حتما عکساتون رو برا من بفرستین. نوش جونتون.